حالا اسم خودتون هم گذاشتید پادشاهی خواه، که من به شخصه شما رو قبول ندارم به عنوان افرادی که دم از پادشاهی خواهی میزنم و میگن که ما طرفدار شاهزاده هستیم، که من بعید میدونم. شما تک تکتون سایبری هایی هستید که از پولی که رژیم داره پخش میکنه دارید میگیرید و این کارا رو انجام میدید. حالا میخواید بدتون بیادم، اصلا واسه من مهم نیستش. دوستان پادشاهی خواهی که بنده رو توی مراسمات خودشون دعوت میکردن به عنوان یک خبرنگار که بیام از مراسماتشون گزارش تهیه بکنم. متاسفانه تو این یکی دو روز من ندیدم پست حمایتی از من بذارن. افرادی که داخل آلمان هستن از طریق وکیلایی که دارم قطعا به صورتی که قانونی باشه باشون برخورد خواهیم کرد تا این اتفاق برای افراد دیگری که دارن فعالیت میکنن رخ نده.